با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های جالب از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ من شعله گلخوجه شما را آشنا می‌کنم. سلام. امروز در برنامه در پای باریدن برفی زیاد و ریزش ترمه از صبح 3 فوریه رفت آمد ماشین‌ها در شهرهای دوشنبه خوجند از نو قطع گردید. دادستانی تاجیکستان قانونیت قطعی پرونده جنایی پسر معاون نخست وزیر تاجیکستان را تحقیق می‌کند که در صدمه مرگبار نقش داشته است. علی زمان ما اساسناکی قرار قبول گردیده را اساسناکی و قانونی بودن آن را دیده می‌بریم و موقع خود را قانونی بودن آن را معاینه نماییم. و صدها هزار شهروند رومینیا بر ضد عفو منصبداران متهم با فساد قیام نمودند. ما پول جمع میکنیم که محبس‌های نو ساخته شوند و برای جنایتکاران در زندان‌ها جای کافی باشد. در پای باریدن برف زیاد و ریزش ترمه از صبح 3 فوریه رفت آمد ماشین‌ها در شهرهای دوشنبه خوجند از نو قطع گردید. مسئولین شرکت ایرس که متصدی نگاهبین راه دوشنبه چناق است گفتند این تصمیم به خاطر امنیت مسافران گرفته شد. هنوز معلوم نیست که راه کی دیگر باره برای نقلیات باز می شود زیرا خطر ترمه فرایی وجود دارد. همین گونه به ساکنان وادی برتنگ ولایت مختار بدخشان هم دستور شده است که در مسیر برتنگ روشان حرکت نکنند. جهت پیشگیری تلفات جانی در مکتب‌های ناحیه روشان برای 2 هفته تعطیل جاری شده است. بر اثر فرآمدن ترمه در راه‌های کشور در یک هفته اخیر 8 نفر جان باختند. پرونده جنایتی در نسبت فراموش سعیدов پسر معاون اول نخست وزیر تاجیکستان قطع شده است. در این باره شریف حبیب‌اللهیف یک مسئول دادستانی کل تاجیکستان روز 3 فوریه ضمن نشست خبری معلومات داد. این مقامدار گفت صدمه با اشتراک فرزند دولتعلی سعیدов بنابر مشکلات تکنیکی سر زده است. ماه سپتامبر سال گذشته بر اثر این صدمه در دوشنبه 2 نفر جان باختند. تفصیلات این و دیگر موضوعات در نشست مطرح شده را از مومن احمدی میشنویم. مقامات تاجیکستان میگویند کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان تا سال 2018 باید کاملا دیگر شود. حالا یک گروه کاری کودکس جنایتی تاجیکستان را مورد آموزش قرار داده است و به خاطر گومانیزاسیا و یا بشردوستانه کردن کودکس جنایتی باید آن را دیگر کنند. در نشست مطبوعاتی دادستانی کل تاجیکستان به این نقطه مخصوص قید شد و گفته شد کمیسیای کاری در رابطه با سبکتر کردن بعضی جزاهایی که در ماده های کودکس جنایتی تاجیکستان آماده شده است کار میکنند. گروه کاری عاید تهیه لایحه نوی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شده است و این گروه امروز عمل کرده ایستاده است. در گروه نماینده‌های مقامات پروکراتورا، مقامات سودی، وزارت عدلیه، دیگر مقامات و استادان فاکولته حقوق‌شناسی دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان شامل هستند. دادستانی کل تاجیکستان مبلغ‌هایی که از خارج کشور به تاجیکستان وارد می‌شوند مورد تفتیش قرار داده. 27 حالت وارد شدن مبلغ‌های شبهه‌آور به تاجیکستان از خارج کشور را نیز ثبت کرده است. در نشست مطبوعاتی گفته شد از جمله یک حالتی که به خاطر راه اندازی عمل تروریستی مبلغ ارسال شده است نیز کشف شده است. در نشست مطبوعاتی گفته شد شماره جنگیان تاجیک در سوریه و عراق از این به بعد گفته نمی شود، اما مخصوص تاکید کردند که شماره آن افرادی که به سوریه و عراق به گروه های تندرو رفته می پیوندند به مراتب کم شده است. شامل شدن شهروندان تاجیکستان به گروه های فراملی تروریستی و مانند گروه تروریستی بین‌المللی با نام دولت اسلامی 3-4 مرتبه کاهش یافته است و این به فکرم باعث قناعتمندی می باشد. مسئولین دادستانی کل تاجیکستان در نشست مطبوعاتی امروز ذکر کردند که پرونده نسبت به فرامرز سعیدov پسر معاون نخست وزیر قطع شده است. یادآور می‌شویم که در نتیجه یک صدمه با اشتراک فرامرز سعیدov پسر معاون نخست وزیر تاجیکستان در تیرماه سال گذشته 2 نفر هلاک شده و خود فرامرز سعیدov جراحت برداشته شده بودند. حالا مسئولان دادستانی تاجیکستان میگویند این پرونده بنابر نقص تکنیکی در آن ماشینی که پسر معاون نخست وزیر تاجیکستان سوار بود رخ داده است. علی زمان ما اساسناکی قرار قبول گردیده را اساسناکی و قانونی بودن آن را دیده می‌بریم و موقع خود را قانونی بودن آن را معاینه نماییم.
اما کارشناسان میگویند در بسیار حالت پرونده پسر منصبداران یا نزدیکان منصبداران با چنین دلیل ها قطع می شود و قطع شدن پرونده های فرزندان منصبداران یک نوع ناامیدی در قلب ساکنان تاجیکستان را بیدار میکنند و این اندیشه را که قانون تنها برای کمبغل است بیشتر تقویت میدهد. مومین احمدی، شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه. در همین حال نابرابری و عدالت با اصطلاح انتخابی در نزد قانون باعث به خیابان‌ها ریختن صدها هزار نفر در رومینیا شده است. از جمله پرزیدنت این کشور به موج اعتراضات پیوسته طلب دارد که حکومت از قرار بحث برانگیز رهایی منصبداران متهم به فساد دست کشد. تصمیم عفو رشوهخوران رومینیا را به گردهمایی‌های مواجه کرده است که این کشور از زمان انقلابی سال 1989 ندیده بود. رئیس حزب سوسیال دموکراتی حاکم رومینیا لیویو دراگنیا به آن متهم می شود که به دو دوستش از حساب دولت معاش تعیین کرد، ولی عفو از جانب حکومت پیشنهاد شده او بر این مقامداران متهم به فساد را از جوابگری آزاد خواهد کرد. موضوع را ساجده میرزا پیگیری کرده است. اعتراض بر ضد رهایی منصبداران رشوهخوار پایتخت رومینیا را به صحنه برخورد شدید جمع آمدگان با پلیس تبدیل داد. روز چهارشنبه تخمیناً 130,000 نفر در نزد بینای حکومت رومینیا جمع شدند. آنها طلب دارند که حکومت قرار عفو منصبداران متهم به رشوه‌ستانی را لغو کند. بعضی اعتراضگران به طرف پلیس سنگ و آتشپاره هوا دادند. این سوء استفاده روی راست حکومت و ضربه به دموکراسی است. این کار مخالف سمتگیری دولت ما است. قرار سوال برانگیز حکومت زیر نظر حزب سوسیال دموکراتی رومینیا امکان می‌دهد که رهبر حزب حاکم از مسئولیت شانه خالی کند. او به سوء استفاده از قدرت متهم شده است. حکومت اصرار دارد که هدف از این اقدام سبک کردن وضع محبس‌های پرازدحام کشور است، ولی اعتراضگران به این اظهارات باور ندارند. ما پول جمع میکنیم که محبس‌های نو ساخته شوند و برای جنایتکاران در زندان‌ها جای کافی باشد. اعتراضهای شبه در 50 شهر رومینیا برپا گردیدند. رسانه‌های محلی میگویند که بعد انقلاب سال 1989 که کمونیست‌ها را برکنار کرد، رومینیا شاهد چنین اعتراضها نبود. روز پنجشنبه مقامداران اتحادیه اروپا در بروسل هشدار دادند که رومینیا نباید از مبارزه با فساد دست کشد. شما این کار را به منفعت مردم اجرا میکنید. مردم رومینیا حق دارد که در کشور آزاد از فساد زندگی کنند. پرزیدنت رومینیا یوهانس کلاوس به مردم اعتراضگر پیوست و روز پنجشنبه از دادگاه کنستیتوسیونی طلب کرد که اجرای قرار حکومت را متوقف نماید. اعتراضگران وعده دادند که تا زمان لغو قرار اخیر حکومت و تحکیم مبارزه با فساد گردهماییشان را ادامه می‌دهند. گزارش نوبتی به صفت نیروی برق بخشیده شده است که مردم کشور از آن بهره برداری میکنند، ولی پیش از آن یک آگهی داریم. مقامداران خطلانی از افزایش ازدواج‌های برمحل دختران در تشویش بوده تحقیق و مجازات والدان خلافکار را تقاضا کردند. 10 حالت به شهر دادن نابالغان را در بر گرفتگی سال 12 ماه سال 2016 این البته نسبت سال گذشته 6 حالت زیادتر. کمبود برق در تاجیکستان به آن سبب شده است که اکثریت مردم درباره صفت آن حتی فکر هم نمی‌کنند، در حالی که در بیشتر موارد صفت برق و بلند و پست شدن آن به کارناشایم شدن جهاز خانه سبب می‌گردد. هرچند در صورت رخ دادن چنین حالت نهادهای تامین کننده برق در پرداخت جبران پولی موظفند، بیشتر ساکنان به این نهادها مراجعت نمی‌کنند. تفصیلات بیشتر موضوع از سیف سفر. به زیورشاه محمد ساکن شهر دوشنبه نه تنها داشتن برق مهم است، اینچنین به صفتش نیز دقت می‌دهد، چون که یک بار ضررش را دیده است. او میگوید 2 سال پیش به دلیل پست و بلند شدن شدت برق، تلویزور، کامپیوتر، یخدان و مگنتفونش کارناشایم شد. جهاز خراب شده اش را تعمیر کرده به شهرداری از انتقال به صفت برق شکایت برد. نماینده‌های شبکه برق ناحیه سینا آمدند و از من زبان خط گرفتند و اون مبلغی که من برای تعمیر کردن این وسایل فنی خودم مصرف کرده بودند، اون مبلغ برای من بازپس دادند.
مقامات شهر دوشنبه میگویند وابسته به انتقال برق در سال 2016 همگی 16 شکایت خطی و شفاهی گرفته‌اند. عریضه‌ای که عریضه‌های شهروندها با طور شفاهی و خطی اساساً درباره سطح صفت برق در کدام سمت بودن برق بسیارتر به ما مراجعت میکنند و از طرف متخصصان ما رفته در جایش دیده و کمبودی که در جای دارد برطرف کرده می شود با یک جایگی با شبکه‌های برق شهری دوشنبه. با وجود آن که سنجش صفت برق ساده به نظر می رسد، مردم به آن نظر جدی ندارند. صفت برق نه خرسند در نگیدن که گاهی پست بلند می شود. یک همسایه‌ام به ویش سوختگی نکرد. تلویزیونش خلدنیکش سوخت است. با گفته مقامات برای گرفتن جبران پولی استفاده برندگان باید با شرکت‌های تامین کننده برق شرطنامه بندند. فریدون شاهینبه معاون رئیس اجرایی اتفاق استعمارگران تاجیکستان میگوید شرطنامه تامین برق شرطنامه عمومی می باشد و طبق کدکس گرجدنی تاجیکستان بستن آن حتمی نیست. طبق قانونگذاری جوری استعمار کننده حقوق دارد که ضرر به او در نتیجه پیشنهاد خدمترسانی صفت پس رسانیده شده پول را جبران کرده شود و او حقوق دارد که این جبران را طلب نماید. با این حال زیورشاه محمد بعد آنکه جهاز خانه اش سوخت به خاطر جلوگیری از تکرار آن دنبال یک دستگاه رفته است که حد معیار برق را حفظ میکند. درخواست کردن برای من فرستادن و اینم در همون پهلوی پاکت که اتومات در پدیز هست در همونجا میگذاریش و این یک خوبیش اون است که معیار حدی بالای برق و معیار از همه پایان نگاه می‌دارد. وقتی که برق از حد زیاد شد خودت مشخص میکنه که 230 ولت 240 ولت میمونه. از 240 ولت که زیاد شد معمولا کاملا همه خانه سویتش خاموش میکنه تا که هیچ در خانه نسوزه. برنامه‌ро با گزارش وعدگی دوام میدیم. مقامات ولایت ختلان از افزایش حالت‌های ازدواج بر محل نابالغان خبر میدهند. مسئولین ریاست معارف ولایت ضمن نشست خبری گفتند در سال گذشته چندین پدر و مادر مجازات شدند که به نیکوی بروقتی فرزندانشان رضایت دادند. 10 حالتی به شهر دادن نابالغان در بر گرفتگی سال 12 ماه سال 2016 این البته نسبت سال گذشته 6 حالت زیاده. مثلا به شهر دادن نابالغان در شهر نوی بخش دتا است، شهرتوز یک تا، قرقنتیپا یک تا، دنزره یک تا، بالجون یک، شمسی شوین یک و کلوب 3 حالت رو در بر میگیرد. در تاجیکستان سن ازدواج برای دختران از 18 سالگی معین شده است، ولی قانون‌های کشور در حالت‌های استثنایی با حلنامه دادگاه به گروهی از نابالغان اجازه ازدواج برمحل را می‌دهد. محمود جان رحمتزاده با نفر صحبت کرد که نیکوی بروقتی او را به زن غمدار تبدیل داده است. حالت کوب میکرد، 1 سال طلاق داشتیم قطعش بدم. کوب کرد، کورچکشی کرد به من. برآمدم ای خانه. من صاحبی 5 تا فرزند میباشم. مثال شوهر اومده طلاق حساب کرد، خانه ها را دستم گرفت. گزارش مفصل ویدیویی را در این موضوع میتوانید در سامانه www.azadi.org و یا آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. در تاجیکستان تعداد کاربران اینترنت و تلفنی همراه در مقایسه با سال 2015 صدها هزار نفر کمتر شده است. مقامات خدمات علاقه و یا مخابرات روز 2 فوریه در نشست خبری گفتند تعداد کاربران اینترنت در سال 2016 300 هزار نفر کم شده است و 400 هزار نفر از کاربران تلفنی همراه کاهش یافته است. در جریان نشست خبری همچنین گفته شد که با دلایل امنیتی نظارت ارسال پشت پرزور و هر یک مراسلات تفتیش می‌گردد. چنین تصمیم به خاطر پیشگیری از حالت‌های سوء استفاده پشت از جانب گروه‌های تروریستی و انتقال موادهای تاریخی و نادر گرفته شده است. پالاتای حساب تاجیکستان میگوید در پی سنجش استفاده مبلغ‌های بودجه در سال گذشته 4 منصبدار از وظیفه برکنار شدند. محمد علی سمیف یک مسئول پالاتای حساب 3 فوریه ضمن نشست خبری گفت این سنجش آشکار کرده است که در مجموع 57 میلیون سومانی بودجه کشور غیر مقصدناک استفاده شده است. در نتیجه مقامداران نویای روشان کانی بادام بختر و شهر قرغنتپه سمت‌های خود سبکدوش گردیدند. در مجموع سال گذشته نهاد در ساختارهای دولتی 530 سنجش اودیتوری انجام داده حدود 224 میلیون سومانی ضرر مالی را معین کرده است.
این چند خبر و گزارش مهمی بود که می‌خواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت cwazadi.org در صفحه‌های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی. برایتان صورت خوب می‌خواهیم و خدا نگهدار هر یک شما.